سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز هم آموزش فروش آیدی تلگرام رو داریم که توی سایت فراگمنت هست. خب شاید شما شنیده باشید که میشه آیدی تلگرام رو و فروخت و یه سری هم شماره های مجازی وجود دارن، مجازی خود تلگرام که توی همین سایت فراگمنت برای فروش گذاشته میشن. خب حالا این گذشته از این که فلسفه فروش آیدی چیه، چرا اصلا این آیدی ها خرید و فروش میشه، چه آیدی قیمت بیشتری داره و این که چه آیدی هایی رو میتونیم بفروشیم و چه آیدی هایی ممکنه هیچ وقت فروش نره، در یه ویدیو دیگه بهتون توضیح میدم. اما توی این ویدیو فقط میخوام که اینو آموزش بدم که شما یه آیدی داری و میخوای این آیدی رو بذاری فروش توی سایت که با ارز تون خریداری میشه. خب شما برای اینکه آیدی تلگرامت رو بخوای توی بذاری مزایده، توی سایت فراگمنت مزایده گذاشته میشه و به صورت مزایده ای به فروش میره. برای اینکه بخوای توی این سایت به فروش بذاری، اول وارد سایت فراگمنت میشی. بعد از اینکه وارد سایت شدی، یه سه تا خط این گوشه هست، شما باید دو تا کار انجام بدی. یک، اینکه سایت رو متصل کنی به کیف پول تون کیپر و دو، اینکه سایت رو وصل کنی به اکانت تلگرامت. این دو تا کار رو باید انجام بدی. خودش نوشته این پایین، نوشته کانکت تون و کانکت تلگرام. خب ابتدا ما کانکت تون رو میزنیم که این وصل بشه به کیف پول تون کیپرمون. خب اینجا اسامی کیف پول ها رو میاره، کیف پول تون کیپر رو انتخاب میکنی. خب یه کمی زمان میبره. خب بالاخره اومد. کانکت والت رو میزنی، رمزت رو وارد میکنی، رمز کیف پولت رو. خب و اینجا وصل میشه. شما میبینید که کیف پولتون این بالا، اینجا این بالا، این بالای بالا اونجا میبینید که نوشته کانکتون والت، اونجا آدرس کیف پولتون اومده. اینجا دیگه وصل شد به کیف پول. خب حالا میمونه وصل کردن به اکانت تلگرام. کانکت تلگرام رو میزنید. خب مثل این که آره، من فیلتر شکنم رو قطع کرده بودم، چون که الان باید دوباره فیلتر شکنم رو وصل کنم، چون که با فیلتر شکن بعضی موقع این سایت فراگمنت به کیف پول وصل نمیشه. حالا شاید هم بشه، ولی چون هر دوتاش فیلتر نیست، نه سایت فراگمنت فیلتره نه کیف پول تون کیپر، ما تا اینجا به فیلتر شکن نیاز نداریم. اما تلگرام فیلتره و از این به بعد ما به فیلتر شکن نیاز داریم. حالا من فیلتر شکنم رو وصل کردم و کانکت تلگرام رو میزنم که این وصل بشه به اکانت تلگرام من. خب الان میبینید که این وصل شد به اکانت تلگرام من. البته برای شما شاید اینطوری نباشه و یه شماره تلگرام ازتون بخواد، بعد یه پیام میره برای تلگرام که بهش متصل بشه. من چون از قبلا متصل کرده بودم، اینطوری سریع بهش وصل شد. البته اگر یک زمانی این الان اینجا رو میزنی، اکانت شماره تلگرامتون میاد و پیام میره برای تلگرامتون و تایید میکنید و وصل میشه. اگر یک زمانی خواستید لاگ اوت بزنید و این بیاید بیرون و یه اکانت دیگه یعنی شما میتونید
3 تا مثلا اکانت وصل کنید به این یه دونه کیف پول و توی اون 3 تا اکانت مثلا اگه 30 تا آیدی تلگرام دارید هر 30 تا رو بذارید برای فروش. اما اگر یک زمانی هر کاری کردید اینجا خارج نشد از این تلگرام، یعنی اینو به محض اینکه زدید به طور پیشفرض وصل کرد به همون اکانت تلگرامی که وصل کرده بودید، میرید توی تنظیمات تلگرام و توی نشست های فعال این رو غیر فعال میکنید که بتونید به یه اکانت تلگرام دیگه وصل کنید. خب در هر حال شما کیف پولتون رو متصل کردید، اکانت تلگرامتون رو متصل کردید. اینجا میبینید که پروفایل من میاد، اسم تلگرام من این پایین میاد و اینجا گزینه چهارم رو اگه بزنید تمام آیدی هاتون میاد. اینا آیدی های منه، آیدی های نام کاربری کانال ها، گروه ها و نام کاربری اکانت تلگرامم که همه اینجاست. الان من اینا رو گذاشتم برای فروش، به این شکل اومده. حالا من لغو فروش مثلا این یو اس آ کار رو میزنم، لغو فروشش زدم. حالا شما اگه میخواید نذاشتید برای فروش هنوز، به این شکل میاد. حالا این یو اس آ کار رو فرض مثال من میخوام بذارم برای فروش. اینجا یه گزینه ای میاد به اسم اوپن بات. اوپن بات رو که بزنید میره وارد اکانت تلگرام شما میشه. خب تلگرام رو انتخاب میکنم. خب الان من وارد تلگرام شدم. اینجا یه پیامی برام اومده میگه که آیا شما میخواید که اینو بذارید برای مزایده، تایید مزایده این آیدی. میگه که اگه میخواید این رو بذارید مزایده، تایید عمل رو بزنید. مشخصات کیف پول رو میاره و بقیه ماجرا و تایید عمل رو میزنید. خب اینجا از شما یه رمز دو رقمی، رمز دو مرحله‌ای تلگرامتون رو میخواد که این رمز دو مرحله‌ای تلگرام که برای امنیت هست این رو میخواد که شما الان باید این رمز دو مرحله‌ای تلگرامتون رو اینجا وارد کنید. خب بعد از اینکه رمز تلگرام رو وارد کردید تایید رو میزنید مرحله بعد و میاد اینجا می نویسه که بازگشت به فراگمنت. شما دوباره میرید بازگشت به فراگمنت رو میزنید و میرید دوباره وارد اون سایت فراگمنت میشید. خب من الان دوباره بازگشت به سایت رو که بزنی الان میاد اینجا میگه که شما با قیمت چه مقداری میخوای به فروش بذاری. حداقلش 10 تونه. خب من همین حداقل رو که برابر 56 دلاره تایید میکنم و تمام. اینجا نام کاربری شما به فروش گذاشته میشه.